روز 4 دکبر در روستای در غربی قزاقستان 6 کودک را بعد یک بار از هوش رفتنشان به بیمارستان بردند. این گونه حادثه در روستای بریزوفکا ماه گذشته هم رخ داد و در آن وقت 25 کودک و 4 بزرگسال از هوش رفتند. روستای بریزوفکا در 5 کیلومتری میدان بزرگ گاز و نفت قرچگنک، یکی از بزرگترین کانهای جهان جایگیر شده است. فعالان حفظ محیط زیستی قزاقستان میگویند ممکن است ساکنان روستا بر اثر اخراج گازهای زهرآلود بیمار شدند. واسیل پارفینکوف یکی از فعالان مخالفان دولت بلاروس را بعد ادای حکم 1 ساله زندان از جمله در حجره تنها در شهر هارکی آزاد کردند. پارفینکوف یکی از 28 نفر بود که برای شرکت در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 به زندان محکوم شد. در انتخابات الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فعلی پیروز آمد. واسیل پارفینکوف چند بعد آزاد شد، ولی برای رعایت نکردن مقررات او و از جمله شرکت در تظاهرات بی اجازت دیگر بار به زندان محکوم شد. پلیس پاکستان گفت در وادی سوات 10 نفر را برای برنامه‌ریزی ازدواج یک دختر 8 ساله با پسر 11 ساله و به همین واسطه حل کردن جنجال دو خانواده بازداشت کرده است. مجبوراً به شوهر دادن یک دختر به پسری از خانواده دیگر برای حل کردن جنجال دو طرف در وادی سوات رسم بود، ولی حالا بر اساس قانون ممنوع است. پلیس پاکستان میگوید چند قبیله سالار و چند اعضای هر دو خانواده جنجالی دستگیر شدند. در پاکستان فروشندگان جواهرات نمایشگاه سنگ‌های گرانبها را برگزار کردند. به گفته تاجران جواهرات، بنابر ناامنی در پاکستان تجارتشان ضرر می‌بیند چون خارجیان از ترس به کشور نمی‌آیند. سال 2009 طالبان پاکستان چند کان زمرد در وادی سوات را اشغال کردند و از آنجا فایده به دست می‌آوردند. در پایتخت بوسنیا شهر سرایوو، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان مسئول سیاست روابط با کشورهای همسایه اتحادیه با مقامات رسمی و نمایندگان جامعه مدنی ملاقات کردند. در این واخوری مسئله صورت بخشیدن به اصلاحات و تکان دادن و جریان‌های همگرایی بوسنیا و هرزگوین به اتحادیه اروپا بررسی شد. مخالفت‌های داخلی سیاستمداران گوناگون ملت بوسنیا و هرزگوین جریان همگرایی با اتحادیه اروپا را سست کرده است. در پایتخت سربستان شهر بلگراد، لولیان جوان در مراسم معرفی کتاب درباره زندگی روزمره لولیان رقص و خوشحالی کردند. کتاب مذکور با مساعدت گروه یک سازمان برگزار شد که در تعلیم و تحصیل بچه‌های لولیان در سربستان کمک می‌کند. بسیاری از لولیان در سربستان و دیگر کشورهای بالکان کم بیزاد هستند و پیوسته هدف تبعیض قرار می‌گیرند.